سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. در خدمتتون هستم با قسمت دوم بررسی نمونه قرارداد مشارکت در ساخت. ما تا در واقع ماده 5 یا آخر ماده 4 توی قسمت اول اومدیم. توی این لیستی که من تو ماده 4 من بررسی کرده بودم فقط پارکینگ لابی مونده بود. ببینید لابی هم حالا سطح اشغالش ما 60% زدیم، حدود متراژش 250 و ارتفاعش 4 متر زدیم. حالا بسته به پروژه‌ای که شما دارید و مشخصاتی که داره میتونید اینا رو در واقع مشخص کنید. پارکینگ هم همینطور. حالا تعداد پارکینگ ها 10 تا مثلا، سطح اشغال 80%، حدود متراژ مثلا عرض کنم خدمت شما 330 متر و ارتفاعش هم 2.6 هستش. میگم بسته به پروژه ممکنه این یه ذره این ور اون ور بشه که حالا شما خودتون اینو در واقع مشخص کنید. ماده 5 در مورد درصد مشارکت طرفین از عرصه و اعیان ساختمان جدید هستش. طبق توافق به عمل آمده سهم مالکیت هر یک از طرفین از عرصه و اعیان و همچنین حقوق و منافع مربوط به مشاهات هم از پارکینگ انباری اگر که استخر، سونا و جکوزی داشته باشد به شرح زیر است. درصد مشارکت طرف اول مثلا 50 یا 60 و درصد مشارکت دوم مثلا 50 یا 40. تابعیت و محل امضای قرارداد هم تابعیت طرفین قرارداد حاضر ایرانی تابع قوانین و مقررات کشور جمهوری اسلامی ایران و محل نگاد قرارداد هم هر جایی که هستش، حالا دفتر املاک یا قرارداد بین خودتون داره نوشته میشه مشخص کنید. ماده 7 در مورد مدت زمان و برنامه زمانبندی قرارداد مشارکت در ساخت یکی از مهمترین ماده هایی هستش که میتونه به دو طرف کمک کنه در واقع در مورد اینکه بعداً به مسئله نخورن یا کمتر به مسئله بخورن. این قرارداد در تاریخ مثلا 21 مهر 1403 امضا گردید. مدت زمان این قرارداد و حالا 1 سال 2 سال هر چقدر که هستش از این تاریخ. ببین تاریخ امضای قراردادم بسته به توافق میتونه متفاوت باشه. تاریخ شروع قرارداد میتونه تاریخ شروع قرارداد از تاریخ امضای قرارداد باشه، یا تحویل ملک به سازنده باشه، یا تنظیم وکالتنامه کاری که مالک در واقع تنظیم میکنه برای سازنده باشه، یا اخذ برگه شروع عملیات از مهندس ناظر. هر سه چهار تا اینا میتونه باشه بستگی به شرایطی که قرارداد داره. انگار قرارداد و پایان آن تا تاریخ مثلا حالا 1 سال 2 سال 3 سال هر چی که هستش اینجا می‌نویسید. طرفین موظف هستن بر حسب زمانبندی زیر به تعهدات خود عمل کنن. ببین برای اینم ما جدول مشخص کردیم، ردیف 1 2 3 4 5 6 و تا در واقع ردیف 18 شرح فعالیت، متعهد کی میخواد باشه و مدت این تعهد چقدر هستش از تاریخ فلان تا تاریخ فلان. من اینم خدمتتون میخونم. ببینید تنظیم وکالتنامه جامعه کاری به سازنده جهت انجام امور اداری، متعهدش مالک، مدتش مثلا 10 روزه 7 روزه 2 هفته است، هر کس از تاریخ فلان تا فلان. دریافت جواز ساخت، سایر مجوزهای لازم، پرداخت ما به تفاوت و قرض الحسنه اگر که داشته باشه پروژه ما به تفاوت و قرض الحسنه. متعهدش سازنده است، مدتش مثلا 1 هفته 2 هفته حالا 1 ماه از تاریخ فلان تا فلان. تخلیه و تحویل ملک، متعهدش مالک هستش، از در واقع چقدر زمان لازم داره، 1 هفته 10 روز یا 1 ماه از تاریخ فلان تا فلان. انتقال قسمت اول سند، متعهدش مالک هستش، 1 هفته زمان داره، 10 روز هر چی که هستش از تاریخ فلان تا فلان. تجهیز کارگاه و شروع کارگاه، متعهدش در واقع سازنده هستش، هر چقدر که زمان نیاز داره از تاریخ فلان تا فلان. تخریب، گودبرداری و پایدارسازی گود، حتما روش گودبرداری توی قرارداد مشخص بشه. متعهدش سازنده هستش، مدتش مثلا 1 ماه حالا هر چی که هستش از تاریخ فلان تا فلان. اجرای اسکلت، اجرای صفکاری، اجرای نازوکاری، اتمام عملیات نما و محوطه سازی، انتقال اینا تا اینجا متعهدش سازنده هستش و مدت زمانش هم باید تو قرارداد مشخص بشه از تاریخ فلان تا فلان. در واقع انتقال قسمت دوم سند با مالک هستش متعهد
و هر چقدر که زمان نیاز داره اینجا باید مشخص بشه. عودت وجه قرض الحسن اگر که تو قرارداد باشه اینا متحدش مالک هستش. دریافت پایان کار، دریافت صورت مجلس تفکیکی اینا هم با سازنده هستش. انتقال قسمت سوم سند با مالک هستش. دریافت سندهای تکبرگ و دوره تضمین هم متحدش سازنده هستش و مدت زمانی که نیاز داره رو اینجا یادداشت میکنید. ماده 8 در مورد تقسیم نامه است. طبق توافق صورت گرفته تقسیم طبقات به شکل زیر انجام خواهد شد. طبقه در واقع طبقه 1 مالک هستش، هم واحد غربی هم واحد شرقی. طبقه 2 سازنده هستش. طبقه 3 بازم مالک هستش، واحد شرقی غربیش. طبقه 4 سازنده. طبقه 5 مالک. ببینید این بسته به پروژه شما داره که کدوم طبقات مال کی میخواد بشه و چند درصد در واقع طبق اون درصدی که از مشارکت مشخص شده اینجا طبقات متعلق میگیره به سازنده و مالک. تقسیم پارکینگ ها و انباری ها پس از تهیه و تایید نقشه ها توسط طرفین به نسبت سهم و شرکه تقسیم خواهد شد. ماده 9 در مورد نحوه و زمان انتقال قدر و سهم عرصه به نام سازنده هستش. مالکین در مثلا 2 مرحله، 3 مرحله، 4 مرحله، 5 مرحله هر چی که هستش طبق قرارداد اقدام به انتقال سند به صورت. حالا اینجا میتونید مباین نامه به همراه وکالت نامه بلاعزل فروش به نام سازنده باشه، چون که در هر مرحله نیاز به استعلام از دارایی و شهرداری هست. این روش بهتره و هزینه‌اش کمتره. و حالا من قرارداد مشارکت در ساختی هم دیدم که مالک اومده یک چک داده به در واقع سازنده و سند به نامش منتقل نکرده. بعضی این کار هم میکنن، ولی اصول ترش اینه که یا سند منتقل بشه یا مباین نامه به همراه وکالت بلاعزل فروش در واقع به نام سازنده زده بشه. در دفترخانه فلان به نسبت حالا 2 دانگ، 3 دانگ، 3.5 دانگ هر چی که هستش از سند موضوع ماده 3 این قرارداد به نام طرف دوم قرارداد یا سازنده با زمانبندی زیل می‌نماید. پس از ببینید میتونید اینجا مشخص کنید که من اون طبق جدولی که بالا خدمتون توضیح دادم کی ها قراره که سند به نام سازنده منتقل بشه. پس از فلان و در تاریخ فلان مالکین باید نسبت به انتقال فلان قدر از فلان دانگ از سند عرصه ملکی موضوع قرارداد به نام طرف دوم انتقال نامد. تو جدول بالایی که الان خدمتتون در واقع توضیح دادم دقیقاً میتونید کمک بگیرید برای پر کردن اینجا. پس از فلان مرحله و در تاریخ فلان مالکین باید نسبت به انتقال فلان دانگ از عرصه ملکی موضوع قرارداد به نام طرف دوم قرارداد یا سازنده اقدام نمایند. ماده 10 در مورد پیش فروش اینجا صحبت کردیم. طرفین توافق نمودن دو طرف می توانند صرفا پس از اتمام مرحله مثلا صفرکاری یا هر چی که هستش و ما مسئولیت بهتره که حداقل 40% پروژه رفته باشه جلو و طرفین حق فروش داشته باشن و ما مسئولیت شخصی خود به نفی که هیچ گونه مسئولیتی برای طرف مقابل ایجاد ننماید مشروط به رعایت مفاد ذکر شده در قرارداد مشارکت در ساخت و رضایت کتبی طرف مقابل و ناظر قرارداد و حداکثر تا میزان نهایتاً تا 70-80% اجازه بدید که طرفین پیش فروش داشته باشن، چون یه مقدارش باید بمونه برای یه سری تعهداتی که تو قرارداد هست. واحد آپارتمان متعلق به خود را پیش فروش نمایند. پیش فروش انجام شده رافع هیچی که تعهدات و مسئولیت‌های ذکر شده در این قرارداد نمی باشد. پیش خریداران نیز ضمن آگاهی از مفاد این قرارداد حق هیچ گونه دخالتی در اجرای پروژه را نخواهد داشت. من تا اینجا خدمت توضیح دادم. قسمت دوم تا اینجا باشه، انشالله بقیه‌شو تو قسمت‌های بعدی خدمتتون توضیح خواهم داد. فعلا خدا نگهدار.